غالبی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است بدون گذشتن از امتحان‌های داخلشوی دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان گردید. طبق نظامنامه آزمون مذکور نفرانی که صاحب جایهای یکم، دوم و سوم می‌گردند پس از ختم مکتب میانه طبق اختصاص‌های انتخاب کرده آنها طریق رایگان و بدون سپردن امتحان داخلشوی قبول کرده می‌شوند. ضمناً خود نصرالدین نوا هم در صحبت به آژانس خاور خبر داده است که بعد یک ماه سزاوار نامه پرشرف دانشجو می‌گردد. شرفمند از آنم که غالبی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است شده حجت‌های خود را به فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان سپردم و به آزمون دانشجو میشوم گفته است. او در ادامه رعنا اظهار داشته است که از چنین امتیاز غالبان دیگر این آزمون برخوردار بودند. یادآور میشویم که امام علی رحمان در روز ملاقاتش با جوانان با رعنا نصرالدین و ملاقات جالب و صمیمانه انجام داد. ضمن صحبت رئیس جمهور به رعنا احسان خواند و حتی چند محصول از جمله وزیر معارف، رئیس دستگاه پرزیدنت، رئیس کمیته زنان و رئیس جوانان را از جای خیزاند و گفت استفاده برید. رعنا نصرالدین و خواننده صنف 11 مکتبی رقم 28 دهه ساری شهر پنجکند است که در ماه دکمبر سال 2020 در شهر دوشنبه برنده شاهجایزه فروغ صبح دانایی کتاب است گردید.